اگر فردا صبح که از خواب بیدار می شدید میتونستید یک مهندس، یک دکتر یا یک سرمایه‌دار باشید، آیا باز هم بازاریابی شبکه‌ای رو به عنوان کار و حرفه خود انتخاب می کردید؟ اگر بازاریابی شبکه‌ای به عنوان شغلی به شما معرفی میشد با درآمدی متعارف، مثلا حدود 1-2 میلیون تومان در ماه که درآمدی کمی بیشتر از سطح متوسط جامعه هست، باز هم این کار رو انتخاب می کردید؟ اما آیا میدونید هستند کسانی که با وجود اینکه امیدی به درآمدهای نجومی بازاریابی شبکه‌ای ندارن، همچنان انجام این کار رو به کار دیگه ترجیح میدن؟ به نظر شما این افراد چه نگرش و چه اطلاعاتی دارند و چه چیزی رو تجربه کردند که این تصمیم رو گرفتن؟ سلام، مهراب صدوقیان زاده هستم، محقق و مدرس در زمینه بازاریابی شبکه‌ای و اصول راهبری. تجربه و آمار نشون میدن که بیشتر از 90% از افرادی که در این صنعت به درآمدهای بالا میرسند، در ابتدا با همین طرز تفکر وارد این صنعت شدند که یک درآمد جانبی و به زبان خودمونی یک کمک خرج داشته باشند. این افراد بعد از دریافت آموزش‌های مناسب جایگاه این صنعت و خودشون رو درک میکنند و سپس در مدت زمانی معقول به درآمدهای بالا میرسند. خب چرا این اتفاق میفته؟ تصور کنید که شما مجموعه‌ای دارید که همه همین دیدگاه رو دارن، یعنی فکر میکنن که قراره بازاریابی شبکه‌ای درآمد متعارفی به اونا بده، اما در عین حال دانشی نسبت به این صنعت دارند که حاضر نیستن این کار رو کنار بذارند. از اونجایی که توقع بالایی در این مجموعه وجود نداره، بنابراین هیچ نارضایتی هم به وجود نمیاد. نتیجه این میشه که هیچ کسی از تیم خارج یا به قول معروف فیل نمیشه. بنابراین این تیم به آرومی رشد میکنه و افراد در اون به درآمدهای بالا میرسند. اما این دانشی که این افراد دارن چی هست؟ مهمترین بخش این دانش شناخت این افراد از کاری که انجام میدن هست و مسیری که در حال پیمودنش هستند. در یک کلام این افراد جایگاه خودشون رو پیدا کردند. با یک مثال عملی بیشتر این مطلب رو براتون توضیح میدم. میدونیم که درآمد بعضی از کارهای یدی از بعضی از مشاغل دیگه بالاتره. مثلا درآمد کارگر ساده ساختمانی از درآمد کارمندی بالاتره. اما سوال اینجاست، آیا کارمندانی که کار ساختمانی نمی کنند توانایی انجام این کار رو ندارند یا اینکه فاکتوری مهمتر از درآمد برای اونها وجود داره؟ یکی از مهمترین فاکتورهای اصلی برای انتخاب شغل جایگاه اجتماعی و موقعیت اجتماعی اون شغله. بعد از اینه که تازه فاکتور میزان درآمد کم کم اهمیت پیدا میکنه. برگردیم به موضوع خودمون و نقش نگرش در بازاریابی شبکه‌ای. امروزه بازاریابی شبکه‌ای از نظر عموم مردم جایگاه خیلی بالایی نداره. به این معنی که افراد موفق در اون از سوی جامعه مورد تشویق و تقدیر قرار نمیگیرن. همچنین بعضی از افرادی که تازه به این صنعت پیوستند برای مراجعه به دوستان و مشتریان احتمالی خود معمولاً دچار شک و دودلی هستند. به زبان خودمونی احساس کوچک شدن به اونها دست میده و بنابراین برای اونها بسیار سخت و دشواره که به سراغ دوستان، آشنایان و فامیل‌های خودشون برن. این افراد گاه ترجیح میدن که حتی خانواده اونها از عضویت و فعالیت اونها خبردار نشه و بنابراین از ابتدا به سراغ دوستان و آشنایان دور خودشون میرن تا مبادا شخصی از خانواده به این موضوع پی نبره، زیرا اونها در مقابل رگبار سوالهای افراد خانواده که چی کار داری میکنی و چه راهی رو انتخاب کردی و برای آینده چه نقشه‌ای داری هیچ توضیح و توجیهی ندارن جز توضیح روال قانونی شدن این صنعت. در یک کلام امروزه بازاریابی شبکه‌ای کاری نیست که عموم افراد از انجام اون به خودشون افتخار کنند و بنابراین از انجام اون لذتی نمیبرند. از طرف دیگه افراد و لیدرهایی که سالهاست که مشغول فعالیت در این صنعت هستند با غرور، عشق و احساس درباره این صنعت صحبت میکنند. خب مسلماً این افراد چیزهایی میدونن، چیزهایی دیدن و تجربیاتی دارن که بقیه هنوز از اون بیخبرند. کتاب جایگاه بازاریابی شبکه‌ای در عصر الکترونیک به نتورکرهای جوان کمک میکنه که با یک دید کاملا آکادمیک و علمی دلایل ظهور و گسترش و اهمیت این صنعت رو درک کنند. جایگاه واقعی آن، میزان تاثیرگذاری اون در اجتماع رو متوجه بشن و در یک کلام
دانشی معادل چندین سال تجربه لیدرهای خود کسب کنند. اونها پس از مطالعه کتاب نه تنها از نظر علمی، اقتصادی و جامعه شناسی متوجه میشن که چرا سراغ یکی از بهترین مشاغل موجود دنیا اومدن، بلکه میتونن با فصاحت کلام با تک تک افراد خانواده خود و یا هر متخصصی اعم از اقتصاددان، جامعه شناس، روانشناس یا سیاستمدار وارد بحث شن و با دلایل عقلی و محکم پسند از شغل و حرفه خودشون دفاع کنن، آینده شغلشون رو به اونها نشون بدن و از همه مهمتر جایگاه واقعی یک نتورکر رو برای اونها تبیین کنند. به زبان خودمونی در یک کلام، زمانی که یک نتورکر این دانش و این توان رو داشته باشه که با هر شخصی و در هر سطحی از جامعه وارد مباحثه شه و بتونه وی رو متقاعد کنه که شغلی متعلق به فردا و در خور احترام خودش و خانواده‌اش انتخاب کرده و بتونه اون شخص رو نسبت به آغاز فعالیت در این صنعت علاقه‌مند کنه، نه تنها شروع به لذت بردن از انجام این کار میکنه، بلکه اولین قدم‌های خودش رو در راه رسیدن به موفقیت در این تجارت برداشته. اجازه بدید که با یک مثال خودمونی این بحث رو خاتمه بدیم. فرض کنید که شما تازه وارد بازاریابی شبکه‌ای شدید. خب به خونه میرید و در مقابل سوال پدرتون که میپرسن خب چیکار کردی یا چیکار میکنی، هیچ توضیحی ندارید بدید بجز اینکه یک کاری رو شروع کردم که درآمد خیلی خوبی داره. اما اگر بیشتر از این توضیح بدید، حتما شائبه سیستم‌های هرمی برای پدرتون ایجاد میشه. پس چاره‌ای ندارید جز اینکه یا فقط از درآمدهای احتمالی این طرح بگید یا اینکه صحبت رو کوتاه کنید. در اون لحظه شاید شما به این موضوع فکر کنید که چقدر خوب میشد همونطوری که یک دکتر میتونه ساعت‌ها راجع به مزایای کارش برای جامعه راجع به کارش صحبت کنه، شما هم میتونستید راجع به کارتون توضیحاتی بدید، نه فقط راجع به درآمدش برای خودتون، بلکه راجع به تأثیراتی که این کار در آینده اجتماع میذاره. به عنوان یک نمونه عملی، اگر پدر شما یک روانشناس یا یک جامعه شناس باشن، حتما یکی از دغدغه‌های ایشون آسیب دیدن نظام خانواده به خاطر قوانین دنیای مدرن تجارت هست. شما میتونید برای پدرتون توضیح بدید که چطور این صنعت باعث میشه که نظام خانواده دوباره مستحکم بشه، خانواده بتونن بیشتر در کنار هم زمان صرف کنن و از همه مهمتر پدر و مادر نقش بیشتری در تربیت فرزند داشته باشن و در خود ساخته شدن اون بیشتر نقش داشته باشن. خب اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، میتونیم اینطور بگیم: زمانی که یک نتورکر تازه وارد اطلاعات کافی راجع به کارش داشته باشه، میتونه سرش رو بالا بگیره، با لذت این کار رو انجام بده و هر کسی رو که در مقابلش قرار میگیره قانع کنه که بازاریابی شبکه‌ای یکی از بهترین، موثرترین و آینده دارترین شغل‌های حال حاضر دنیاست و میتونه این کار رو بدون کوچکترین اشاره به مزایای مادی این صنعت انجام بده. این اولین درس از سری درس‌های رایگان درباره نگرش بود. میتونید این درس ها رو از سایت www.3w.ir دانلود کنید. در پایان این رو به خاطر داشته باشید که برای ساختن زندگیتون کافیه که یک شبکه فروش خوب بسازید. موفق باشید.